یک کار بسیار عجیب که دوتا ماجراجو در این ویدیو انجام خواهند داد. سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز به کانال خودتان شوک ویوز. خیلی خوش آمدید. این دو نفر ماجراجوی ما را که خیلی هایتون شاید بشناسید، کسایی که تازه دارن میبینن، یه توضیح مختصر کوتاهی بدم. دو تا یوتیوبر اتریشی هستن، به جاهای عجیب و غریب وارد میشن و خلاصه برای کانالشون تولید محتوا میکنن و پست میکنن. این بار وارد یک پناهگاه جنگی در مرز بین آلمان و لهستان میشن که در زمان قدیم برای جلوگیری از ورود شوروی به خاک آلمان استفاده میشد. حالا میخوام برن داخلش ببینن که بعد از سالها داخلش چه اتفاق افتاده و چه چیزایی رو میتونن ضبط کنن و به تصویر بکشن و ما هم ببینیم. به زبان آلمانی صحبت میکنن، تا حد امکان رو برای شما ترجمه میکنم. حد امکان ما امکاناتی هست که داریم. احتمال داره عقب جلو بشه، ولی خب کلا محتوای ویدیو به دستت خواهد رسید. یه لایک، کامنت هم بذاری خوشحال میشم. دمت گرم. اگر هم فکر میکنی که هنوز برای سابسکرایب کانال خیلی زود است، چندین محتوا یا ویدیوهای قبل ما رو ببین. اگر خوشت اومد بعد میتونی سابسکرایب هم انجام بدی. بریم ویدیو رو ببینیم. منتظرم. دمتان گرم. دوستان عزیز، منظور دو تا ماجراجوی ما این دو تا شخص است. اهل اتریش هستن، به تمام اروپا یا خارج از اروپا سفر میکنن، به مراکز دفاعی، پناهگاه‌های نظامی یا ساختمان‌های بسیار عجیب و غریب وارد میشن به صورت غیر قانونی و میخوان که داخلش فیلم بگیرن که بعد از سالها چه اتفاقی بر از اونجا افتاده. این هم یکی از پناهگاه‌های جنگ جهانی دومه که بین مرز آلمان و لهستان ساخته شده بود برای جلوگیری از ورود روس‌ها به آلمان. بعد از سالها قرار است که اینا میخوان وارد بشن، ببینن که چه چیزی میتونن داخلش ببینن. پناهگاه است، دریچه‌ای که سربازا به بیرون شلیک میکردن و دفاع میکردن از مرز. داخل گیم ها، داخل بازی ها، داخل همه جور تصاویری از این پناهگاه ها را شما دیدین. چیزی بسیار عجیبی نیستن، ولی خب اینا میخوان وارد بشن که ببینن داخل چه خبر است. هرچند که تمام ورودی هاش بسته شده و دیگه جایی برای ورود ندارن. میگه که کامل از آهن است و جاهای گلوله رو شما هنوز میبینید که کامل مونده. پایین میگه راه داره سمت چپ، میتونیم بریم جلو، ولی خب دنبال راه ورودی میگردن که بتونن داخل از این پناهگاه وارد بشن. ما باید هر طور شده از یه جایی بریم داخل. جای گلوله رو شما میبینید که در زمان خودش چه درگیری های اینجا صورت گرفته بوده و خلاصات ببینید با چه گلوله های کالیبرای بزرگی را زدن. هرچند که کاملا از فولاد ساخته شده، این گنبدی شکله و پناهگاه زیر زمین است، پایین است. دقیقاً اینجا راه داره به پناهگاه. قرار است با پهپاد یه هوایی ببینن منطقه را، ببینن که جای دیگه ای، چیزی دیگه ای، راه ورودی دیگه ای میتونن پیدا کنن یا نه. تقریبا 40 کیلومتر تونل های سیستمی است در این پناهگاه و کامل سر تا سر از این مرز کشیده شده و بسته شده. دقیقاً بین آلمان و لهستان این پناهگاه ساخته شده. ولی فکر نکنم چیزی پیدا کنم. اگه ما چیزی نتونستیم پیدا کنیم که راه ورودی یا دروازه باشه که بریم پایین.
Das ist wirklich die einzige Schwachstelle, die es hier gibt. Das Ding sieht تنها ورودی دیوانه‌واری که ما میتونیم داخل ببینیم و یا بریم داخل اینجاست. gehört, dass sich hier tatsächlich schon jemand durchgezwängt hat. ولی خب Wir wollen das hier auf jeden Fall ببینیم چجوری میخوان از اینجا برن پایین. این برای من عجیبه. ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie der Fredo da allein schon durchkommen soll, haben wir uns gedacht, wir nehmen ein gutes altes Hilfsmittel mit und zwar ما یه وسیله کمکی رو همراه خود آوردیم که با این وسیله هم میخوایم بریم داخل. روغن دوستای عزیز. Öl einschmieren und probieren, روغن بدنم. noch hier durchflutschen können. Einmal trocken testen, ob das überhaupt irgendwie möglich ist. Ja, vielleicht haben wir ما میگه تمام تلاش خود انجام بدیم تا هر چیزی که امکان داشته باشه انجام بدیم و خلاصه بریم داخل. Boah, Fredo, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wie das gehen soll. Allein اگه کسایی که تازه دارن ویدیو رو میبینن دوستای عزیز، شما چندین ویدیوی قبل اینا رو میتونید ببینید بعد میتونید نظر بدین. die ist noch etwas این دوتا شخص واقعا اعصاب یا روانشون خرابه، کله خراب بهشون میگیم. außer links im از هر جایی که بتونن میتونن وارد ساختمان ها، زیرزمین ها، پناهگاه های جنگی میشن بدون اینکه یه لحظه فکر کنن که میتونن دوباره خارج بشن یا نه. حالا قصد دارن از این دریچه برن داخل، دریچه‌ای که حتی نصف بدنشون به زور داخل میشه. روغن آوردن که با روغن برن داخل. dir vorstellen, wenn man sich da wirklich reindrückt, weil man muss ja auch wieder raus. با کمی فشار میشه رفت داخل، ولی به اینم باید فکر کرد که دوباره باید بیای بیرون. mir vorstellen, dass wir uns da vielleicht wirklich gleich maximal durchdrücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ausgeht, aber wir haben natürlich einen Notfallkontakt. Das Safety-Team wird hier natürlich vorbeischneiden, wenn wir bis zu einer gewissen Uhrzeit hier nicht با rauskommen. به یک Aber ارتباط اصراری به کسی خبر دادن، خلاصه زمانی که اگر داخل رفتن و گیر افتادن نتونستن بیان، طرف نیروهای کمکی را خبر میکنه که اینا رو خارج کنه و فعلا برای که بتونن برن داخل und dann könnte man hier wirklich با روغن میخوان استفاده کنن، خودشون رو چرب کنن و خلاصه از این دریچه بخزن داخل. Öl- oder Gleitmittelhersteller gibt, der uns sponsern mag. Boah, wenn wir da بیبی اول روغن بچه Zu Hause und einölen. بدن بچه را که چرب میکنن ماساژ میدن از اون روغن میخوان استفاده کنن. حالا دو تا آدم درشت اندام و بزرگ چجوری بخوان از اینجا برن داخل Das fühlt sich wirklich falsch an. Nur hoffen, و یک لحظه اینا به این فکر نمیکنن که گیر بیفتیم. هرچند که میگه ما به اشخاصی خبر دادیم که میایم اینجا و اگر داخل گیر افتادیم به اونا خبر میدیم که اونا سریع Ja, ich hab. نیروهای کمکی رو خبر کنن و ما رو خارج کنن از اینجا. Ja, ja. Ei, 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 nicht ولی خب ساعت ها زندانی میمونن وسط جنگل تا نیروی کمکی بیاد و چی بشه دیگه خیلی زمان میبرن. Oh, das ist auf die Hose. Dann haben wir das auch. عجیبه ویدیوی جالبیه دوستان، با هم دیگه میبینیم چجوری میخوام برن داخل. Okay. Bist du deppert? سریع میگه ما باید بریم داخل Okay. Misst mich weg. تا اینکه روغن کامل از بین نرفته، تبخیر نشدن. هرچند که روغن تبخیر نمیشه ولی خشک میشه. Bringt was. Ja? Oh, ich Boah, Philipp, du komm bist. rein. Na, Warte, ich muss mich drücken. okay. Und du kommst wieder raus? Ja, ich denk schon. میگه من میتونم برم داخل، فقط کافیه که پایم به یه جای محکم باشه که فشار بدم. Was? Oh, ich komm rein. Warte, ich muss mich drücken. من دارم میرم داخل. Warte, ich brauch noch einen Tritt. Bitte. عجیبه دوستان عزیز، واقعا عجیبه. برای یک دونه ویدیو نگاه دست به چه کارهایی که اینا نزنن. Alles gut? Ich will ja ganz rein. حالا این همه تلاش میکنم خیلی کنجکاوم ببینم داخل چه خبره. Halten hier. Soll ich dich rausziehen? Nein, ich glaube, ich muss rein. Ich muss von der anderen Seite zurück. یا من بکشمت بیرون؟ Das ist sehr unangenehm. Okay. خب بس که کمی کار بر از این سخت‌تر شده چون هیکل ایزی درشتر بود ولی بود در اصل رفیقش میتونست جلوتر برن. ولی خب این رفت که راه را باز کنه. Ich bräuchte ein Licht. Ich habe das Handy falsch rumgeworfen. دوربینش افتاد پایین.
Nur nackt. Soll ich رد شدن به نظر من میتونه رد بشه، چون قسمت درشت بدنش که سر شونه ها بود رد شد. Ja. Okay. خب یه ذره تخلیه هم میکنم. Du bist fast. همه چیز اضافی رو میکشه بیرون که بتونه راحت‌تر بره داخل. Du bist durch. تو واقعا رد شدی. رد شد، باور نکردنی بود. از همچین جایی همچین آدم درشت اندامی رد شد. عجیبه. Aber wo man weiß, واقعا خنده‌دار aber بود. das wird auf jeden Fall schmerzhaft. Ja, das wird wirklich schmerzhaft. Leute, das ist wirklich krank. بگه ای که رفتی داخل دوباره بیای بیرون، به نظر بیرون آمدنت خیلی دردناک باشه. Ein bisschen größer als eine Hand. Das ist wirklich die Endstufe. Ich wusste nicht, dass ich meinen Körper so zusammenquetsche. بگه یکم بزرگتر از یک کف دست، یک وجب فضا. Ja, stimmt. خیلی عجیبه. من هر چی فکرش میکنم یه وجب دست خودت ما بدارم روی سینه خودم خیلیه. Das war schon sehr schmerzhaft, muss ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob es da war. به نظرم به اندازه عرض شونه ها یه خورده با فشار Aber es ist. میشه رد شد از پنجره. Leute, das این شخصی که با یه هیکل درشت رد شد دیگه 100% من و شما میتونیم رد بشیم. schauen, ob sich das auszahlt, wenn der Dommel hier auch durchgeht. Da ist der Raum, wo ich خب اینجا اتاقه. از این قسمت میره جلو. Da ist es jetzt verschüttet. بعضی جاهاشون رو پر کردن کسی نتونه بیاد داخل. Da ist irgendwie اتاقهای مختلف. nicht durch. حالا یه زمانی برای خودش اینجا رفت آمد جریان داشته دیگه. طبقه پایین میره. Schade. 40 کیلومتر تونل سیستمیه دوستای عزیز در این منطقه. ببینید روی دیوار علامت SS نازی هم بود Wo wir vorhin die Drohnenaufnahme gemacht که 100% بعد از جنگ کشیده شده. Eieiei, bislang sehe ich hier aber absolut gar nichts. Ja gut, da wäre die zugeschweißte Tür. Ja, es schaut schlecht خب aus. دری که اینجا کامل میگه جوش داده شده برای حفاظت کسی نتونه داخل Da geht's بشه. nicht weiter. Eieiei, also komplett unnötig da jetzt durchgezwängt. Tommy, da ist nichts. میگه ما اشتباه کردیم اینجا چیز خاصی نبود. Na, also das ist nur ein kleiner Bunker. یه پناهگاه بسیار کوچک یا چی میگن؟ Also ich bin verdammt schmerzhaft. Ich glaube, چیز دفاعی، سیستم دفاعی بسیار کوچکی بود که در اینجا ساخته شده بود. Ich dachte mir echt, das sind da Relikte und so. ja, es ist lange verschlossen, aber es ist nur ein kleiner Bunker leider. اینجا متاسفانه فقط یک پناهگاه بسیار کوچکی بوده. چیز خاصی وجود نداشته. او 40 کیلومتر تونل نیست. Wo ich jemals durch bin. Also es ist wirklich geisteskrank. Einfach jetzt schnell durch. Ich mag حالا میرن جای دیگر هم ببینن که چه چیزای دیگه میتونن پیدا کنن در این منطقه و کلا این منطقه سر تا سرش damit ich da gut با همین پناهگاه ساخته شده بودن. دوباره باز روغن کاری میکنن که بتون از پنجره بیاد بیرون. Ja, jetzt aber noch mal eine extra Portion Öl auftragen. ja. Ja. Ein Stück noch und du bist mit den Schultern durch. یک کمی فشار بیار بعد تو با شانه‌هات دیگه کامل رد شدی. شانه‌هات یعنی رد شده. خب دوست جم کمک میکنه که بکشتش یه ذره سریعتر بیاد بیرون. Ja. Oh. Ja, Philo. چند دقیقه پیش گفت رفتنش یه قسمت ولی بیرون اومدنش خیلی دردناک میتونه باشه. noch durchbekommen. ولی خب چون یه بار رفته بود دیگه یه ذره تجربه داشت که چجوری بیاد بیرون. Ja. کلا اول لباساش میگه در آورد از بدنش. Kleines Stück noch. Das Beamte kommt zum Vorschein, aber کامل بعد لباسا در آورد. Ja! Yes! Alter Schwede. Boah.
Bro. Also in dieser Position, wo ich mit der Schulter drin bin, da bekommt man schon leicht Panik. Aber da muss man sich wirklich. خب این که اومد بیرون صحنه عجیبی بود. Also چیز عجیبی دیدیم. Arbeit. ببینید که در ادامه ویدیو چه جای دیگه رو میرم داخل. این فقط یه قسمت دفاعی بود ولی خب چیز خاصی داخلش نتونستم پیدا کنم و ما نتونستیم ببینیم. Es war wirklich eine eigene Challenge, das Ding da. Mal deinen Arm. سخت ترین چالنجی بود که ما انجام دادم. نگاه کنید ببینید جای زخما رو بدنش هست. Am härtesten hier da durchzukommen. اینجا قسمت میگه سخت ترین قسمتش همین زیر بغلش بود که گیر مونده بود دیگه. خودتون شاهد بودین. Kalten Kriegszeit. خب رفتن بگردن در این منطقه دیگر هم از همون جنگله و یک دونه ورودی دیگر رو پیدا کردن. حالا به خاطر که وقتمون گرفته نشه گشتن داخل جنگلشون و حرفایی که زدن حذف کردن چون چیز خاصی نبود و رسیدن به این قسمت که یک دونه ورودی دیگه یک پناهگاه دیگر رو تونستن پیدا کنن که شانس آوردن و درش باز بود. شانس آوردن دیگه. این بار دیگه نیاز نیست زور بزنن یا روغن به خودشون بزنن. خیلی راحت‌تر میتونن برن داخل پناهگاه چون در باز بود کامل. خیلی کنجکاوم ببینیم که چی میتونیم ببینیم. Das ist aber ein langer Gang. راه طولانی رو داریم است که در پیش. Also da hinten könnte schon was sein. Jetzt glaube ich in die Ecke. همه تونل ها که کامل 100% بتون ساخته شده. Fedo, da geht wieder ein endlos langer Gang entlang. باز فیرو ما اینجا دوباره تونل خیلی طولانی رو جلوی خودمون داریم. Hier wirklich ganz woanders. Er liegt vielleicht unter dem Gebäude oder so. Schaut sich das میگه میره یه جایی که فکر کنم حتی شاید زیر ساختمون یه جایی باشه چون خیلی طولانیه. Ein getrockneter Frosch. قورباغه خشک شده بعد وقت اینجا اومده دیگه آب گیرش نیومده خشک شده. Boah, Alter! Fedo, da geht's noch mal. فیرو اینجا دوباره ادامه داره جلو. Da, was geht da? اول ویدیو بهتون گفتم که دوستای عزیز این منطقه رو کلا با 40 کیلومتر تونل‌های پیچ در پیچ ساختن. چندین پناهگاه که با هم دیگه راه داره Jetzt ist mal auf کامل سر مرز است و 40 کیلومتر تونله. was uns da gleich erwartet, aber das könnte wild werden. Das ist wirklich groß. ببینیم که چی در انتظار ماست ولی خب این که نشان میده خیلی بزرگه اینجا. Ah, also da kann man jetzt echt nur noch hocken. Okay. Ein Tor. خب لوله های فاضلابیه که Eine Klappe. از پناهگاه به پناهگاه دیگه کشیده شده. Ja. Sieht gut aus. Ja. Oh. Okay. Noch eine Klappe. خب یه در داریم و یه در دیگه جلوی ماست. Alter Schwede. اینجا رو ببین. Na, Doch, da geht's direkt los. Da ist اینجا میگه هر دیگه ماجراجویی ما شروع میشه. ist das geisteskrank. Leute, das gibt's doch nicht. این امکان نداره. اینجا واقعا عجیبه. اینجا دیگه چه جهنمیه. پر از صندوق. هنوز صندوقا داخل از این مونده. عجیبه. تو درش تا حالا بسته نبوده. اینا به این راحتی وارد شدن. Ist das krank? Alles voll. اینجا همه کامل پره. letzter Zeit wirklich nur noch Jackpots. Also das ist ja wirklich wie ein Gewinn im Bunkerlotto hier. این مثل لوتو میمونه. تکت لاتری میمونه. ما داخل تونلایی شدیم و خلاصه به یه اتاقی منتهی شد که پره. Bons, Säcke, alles gestapelt. همه اینا سردسر رو هم دیگه Da liegt پر شده. eine Gasmaske rum. و از اینجا شروع میشه با Das Modell. ماسک گاز. Schaut euch das mal an, das sieht fast aus wie so ein Keramik, oder was ist das? من نمیدونم این از چی ساخته شده ولی فکر میکنم که سرامیک باشه. Direkt Schläuche für diese Gasmasken. خب این خلطومیایی که به اون Dann werden hier so rauf. دستگاه به اون چی میگه فیلتر وصل میشه ببخشید که گاز تصفیه کنه. Alter, jetzt ist er einsatzfähig. Ja.
Eine wunderschöne Gasmaske. Samt یک گاز ماسک گاز بسیار معقول جلو چشمون داریم و Das ist wirklich ein schmuckes Ding, das schaut einzigartig aus mit dem Porzellan da. Und hier neben uns sind jetzt wirklich überall die و Gasmasken. بغل دست ما اینجا همه جا پر از ماسک گازه Modell. Und da Taschen و کیفایی که داخلش اینم ماسک گاز پره drinnen sind. Da ist wirklich der Filter und der Schlauch Back. drinnen. Plus die Gasmaske. یا گاز ماسک دیگه کامل Dann wahrscheinlich تکمیله داخل از کیفا فیلتر و خلطومی و خود ماسک همه چیز داخلش قرار گرفته komplett original zu. سرویس کامله Stahlband. Ja, und da wieder dieses Zeichen 1982. 1982 Auf jeden Fall kalter Krieg. این فکر کنم که بعد از جنگ جهانی دوم اینا رو اینجا انبار کردن در زمانی که جنگ سرد بوده Auf jeden Fall وقتی دنیا رفت دنبال تست سلاح‌های هسته‌ای خیلی کشورهایی که از قدیم پناهگاه داشتن تبدیلش کردن به انبارهای مثل این وسایل خودشون داخلش نگه دارن مثل ماسکای گاز و خلاصه چیزایی که مربوط به تشعشعات هسته‌ای میشد و هر چیز دیگه نگهداری میکردن و خیلیا پناهگاه جدیدی را ساختن ولی خب این یکی از اون پناهگاهایی است که از جنگ جهانی دوم ساخته شده بوده و خلاصه تبدیلش کردن به یک سری انبار وسایل خود داخلش نگه می‌داشت. das ist richtig gruselig. In rosa. این چرا رنگش قرمزه؟ این فکر کنم Ganz kleinen Kopf hier. Alles voll mit den Kindergasmasken hier. برای کودکانه. Welcher Modell? این گاز ماسکای گاز برای کودکانه. Wahrscheinlich harmlos aussieht. رنگش هم فکر کنم به خاطر همین تغییر داده بودن که کامل شناسایی بشه که برای چه سایز از آدما ساخته شده. Das erste Exemplar, was wir davon sehen, es soll ja sogar Gasmasken für Tiere gegeben haben. Ja, ist schon wirklich echt verrückt, für was man da wirklich sich ausgestattet hat. ولی خب Die Zeiten دنیا در یه زمانی خیلی ترسناک بوده دوستای عزیز مخصوصا در زمان جنگ سرد Kartons. کشورهای ابرقدرت میرفتن دنبال تست سلاح‌های هسته‌ای و Sieht ja خلاصه schon fast medizinisch aus. دنیا همیشه در ترس و استرس وجود داشت که الان یه بمب اتم بخوره وسط کشور. Das ist. Ah, schau mal, aber hier kann man es öffnen. Okay, dann können wir uns anschauen, was da für Ja. andere. ببینیم این چیه حالا دیوی 75 Ah, schau mal, das ist wie so ein Biwak, wo man dann vielleicht drinnen. دفترچه راهنمایی که چجوری ببندینش Bisschen aus wie ein Fläschchen. Das ist auf jeden Fall so eine Liege hier. Das sind dann diese Stützen. فکر کنم Ah, schau, یه wie اتاق klein das کوچیک به ایزوله ای هست که میتونید حالا Städte. Oh, keine Ahnung. بچه کوچیک بذارین داخلش میبینید قشنگ میشه بغلش کرد زیر بغل گرفت و رفت Oder zum حالا بچه کوچیک میشه بذارین داخل Boah, Also Leute, چیز عجیبی بود دقیقا هم نمیدونم چی است ولی خب از عکسش میشه اینجوری تشخیص داد فکر کرد در موردش sieht seltsam aus. Oh, schau. Was ist das? این چیه؟ Sieht so wie so eine Mütze aus. Keine Ahnung. که ماسکه ماسک بینیه Gasmasken, Gasmasken. همه جا گاز ماسکای گاز ها Ganzen Kisten, wir sind großteils voll mit Gasmasken. تمام صندوقایی که اینجا میبینید همه اینا پر از ماسکای گاز هستن دوستای عزیز یک انبار کوچیکی وسط جنگل ناخدا آباد قرار گرفته و ببینید اتاقای بعدی هم هنوز پره Das nächste Lager. Wieder komplett voll. هنوز همه جا پره Diesmal ein anderes Modell als vorhin. Sieht modern aus, ist Kunststoff oder so. Ja, wieder überall diese. ولی خب یه انبار بسیار بزرگی بود دوستای عزیز وسط جنگل فیلتراش هم که طبقه‌های بالا گذاشتن و Weiche Pulver, یه سری Flüssigkeit. پودرا و مایعات هست نمیدونم اینا چی هست برای چی استفاده میشه Ja. ZP80. Was ist das? ZV80 ZPG80 Das Wasser oder so. Und hier, نمیدونم برای چی هست مایعاتی هست که اینا خودشون هم نمیدونن چیه da ist noch ein kleines Fläschchen. Dicker sieht irgendwelche Tabletten. Vielleicht sind das so Kohletabletten. نمیدونم میگه قرصه ولی قرص چی هست دیگه مشخص نبود Die Säcke hier, die blauen, sind auch wieder. پلاستیکای آبی پر از ماسکای گاز Wieder schau mal. Fasciometer. Abstand zwischen Augen und Kinn zu messen. خب این دستگاه اندازه گیریه برای صورت اندازه میگیرن که ماسک اندازه بدن Was braucht man den Abstand jetzt?
auch für die Gasmaske vielleicht, oder? Vielleicht, damit man die passende Größe rausfindet. Ich kann mir wirklich دستگاه اندازه‌گیری برای ماسک بود. کسی که مثلا صورت سریع اندازه می‌گرفتن و ماسک یا گاز Ich glaube, das ist ein Modell. ماسک گاز اندازه صورت می‌دادن. چرا من اشتباه می‌کنم؟ اینا یه چیز اینا برعکس میگن ماسک گاز میگن ماسک گاز. آی خدای من. verrückt, همش برعکس رو für میگم. Locations in letzter Zeit heranbekommen. Krass, was es noch alles gibt. Oh, und das ist jetzt اینا که برعکس میگن گاز ماسک اول میگن گاز ماسک یعنی اول گاز میگن بعد ماسک من میگم مثل اینا دارم میگم Das ist, glaube ich, ماسک گاز ولی ما میگیم ماسک گاز اول ماسک میگیم بعد گاز میگیم کلا برعکسه بخی زبونم رگ به رگ شد stinkt. Wow, da hat jemand. توالت های از این پناهگاه کامل زنگ زده و بو گرفتن Oh, ja Leute, da hat einer weggeschüsselt. کار نمیکنن آب نداره Okay, da geht nichts mehr. Oh, weg. Oh, da muss ich. خب در پناهگاه ببینیم پشت در چی هست چی میبینیم ja, das könnte auch in irgendein... Bürogebäude. Das ist. احتمال داره که اینجا زیر نظرم باشه Geht's einfach weiter. دوباره باز ماسکای گاز داریم اینجا Dann hier weiter. اینجا مثل زیرزمین میمونه ولی بسته است این قسمت دیگه قفله Das sieht auf jeden Fall noch bunkermäßig aus, aber ich kann mir echt vorstellen, dass das gerade der Keller von einem Betrieb ist und das ein Betriebsbunker oder so war. میگه بالای سرم احتمال داره ساختمانی باشه Nicht klein. و این قسمت زیرزمینشه یعنی اینا از تونل از تو جنگل آمدن زیر زمین از این ساختمان خلاصه تونل های پیش در پیچی را که گذراندن و رسیدن به این قسمت Deutschland wäre das, glaube ich, schon. و چرا درایش تا حالا نبسته بودن برای من جالب است حالا کسی نیست که پیگیری کنه بررسی کنه چرا درا باز بود و Von hier umliegt. Da نمیدونم fragt sich echt, ob das vielleicht für den Ernstfall hier noch aufgehoben wird, falls es zu einem Kriegsszenario kommt. Ob die einfach nicht wissen, wohin damit. Die Kindergasmaske ist auf jeden Fall ein Highlight. Ja, wirklich krass. Kurz, aber knackig. Also, es hat es wirklich in sich, was da drinnen ist. خب قصد داره که دوباره برگردن برم بیرون Raus mit uns. Wir sehen uns um, Leute. و خلاصه کلا از این قسمت خارج شدن چیز عجیبی بود داستان عجیبی بود از اون همه وسط جنگل زیر اون همه تونل آخرم که بیان زیر یه دونه ساختمان قرار بگیرن خیلی عجیب بود و اول ویدیو براتون گفتم که 40 کیلومتر تونلای پیش در پیچ بود حالا خدا میدونه که اینا چقدر تونلا رو رفتن که برای ما فیلم نگرفتن ولی خب داستان همین بود دیگه امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه با یک لایک و یک کامنت خیلی خوشحال میکنید مرا و دمتون از حمایتتون گرم تا یک ویدیو دیگه آرزوی موفقیت دارم براتون